به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان، تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه روزنه فکر. حمد خدای پاک را و درود و رحمت بر پیشوای امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که باز به ما فرصت شد امروز در روبروی شما حاضر صحبت باشیم. تماشابینان عزیز، موضوع امروزه ما درباره برق است. برق گفتیم شاید بدن تاجیکستانیان به لرزه درآید یا مویهای سری مردم تاجیکستان سیخ شود، چون طول زیاده از 12 ساله است که در تاجیکستان برق کمبود است و از کمبودی برق مردم رنج میبرد و هر سال ما دهها کشته از سبب نبودن برق میدهیم و به بناهای 10 آشیانه و 12 آشیانه به آشیانه های 10م، 11م، 12م، 15م، 20م در تاجیکستان، در شهرهای تاجیکستان مردم هیزم و انگشت و تپک میبرند
و در خانه های خود، در آشخانه های خود، در دهلیز های خانه های بلند آشیانه در تاجیکستان مردم تپک ذخیره میکند. برای چی؟ برای اینکه برق ندارند. حتی در سردی زمستان به سبب نبودی برق گاه آب با آشیانه های بلند نمی براید. از پایان با ستیل آب میکشانند به آشیانه های بلند. این را تاجیکستان میگویند و این طرز حکومتداری را حکومتداری پیشوا امام علی رحمان میگویند. همین وطنی که ما داریم درست میگویند که شاید مثلش را در افریقا هم نیابید، مثلش را در جهان نیابید که برق دارد، برق استحصال میکند اما مردمش برق ندارند. تماشاگران عزیز، ما برای چی امروز در این باره گپ زدنی خواستیم؟ برای آنکه سنه انمین به فکرم 18 اوگوست رادیوی آزادی از نشست مطبوعاتی وزارت انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان یک خبر نشر کرد که در آن دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان از این سال در زمستان برق می شود نمی شود پاسخ مشخص نمی دهد و او از سوال می گریزد و می گوید که باید آمادگی جدی بگیریم و انگشت ذخیره کنیم. نمی گوید که برق می شود یا نمی شود، چند ساعت برق خواهد شد و چند ساعت بی برق می ماند مردم، نمی گوید. در این باره گپ نمی زند دلیر جمعه. می گوید که باید آمادگی جدی بگیریم و انگشت ذخیره کنیم. شاید انگشت 2 ساله. حالا این که درباره تپه گپ نزد. میگوید که حکومت تاجیکستان چاره‌های ضروری اندیشیده ایستاده است که استخراج انگشت بیشتر و آن به شهروندان سریع وقت دسترس شود. درباره برق گپ نیست. درباره برق سوال میدهند، این درباره انگشت جواب میدهد. درباره ذخیره انگشت جواب میدهد. میدونید که برق در قبچه ها انداخته ذخیره کرده نمیشود، لیکن انگشت رو میشود. ببینید این میگوید که ریزش آب به دریاهای وخش در ماه فوریه 18% و در ماه مارت 32% کم شد. یعنی از 1/3 آب کم شده است. 2 حصهش مانده است خلاص. و همین سبب شده است که اقتدار استحصال قوه برق در تاجیکستان کم شده است. دیگر رسانه ها میگویند که تاجیکستان برق را به خارج میفروشد. مسئولین میگویند که نه، ما فقط همین 1% کم، خیلی کم به خارج میفروشیم، تا اینکه همین سیمچوب ها یکی به خارج از تاجیکستان گذرانده شده است برای پروژه های بزرگی انرژی، همونها کارنوشا هم نشوند. اما شما ببینید تاجیکستان مگر به پول کم به خارجه برق میفروشد؟ نگاه کنید، طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان در ماه سپتامبر دکبر سال گذشته به تقریبا 31 میلیون دلار و در ماه ینور مارت همین سال جاری به 7,200,000 دلار به خارج کشور برق صادر کرده است. همین مثلا مقدار کم است. حالا برای همین امروز موضوعمون این است که برق تاجیک را کی غارت میکند؟ برق تاجیک را کی غارت میکند که به خود تاجیکستانیان برق نمیرسد؟ به این سوال و اطراف همین به چند سوال دیگر مهمان امروزه من یک عالم تاجیک، نامزد علوم جغرافیا، سیاستمدار داداجان یعقوبوف جواب خواهند داد. ایشان را من به
برنامه دعوت کردگی هستم و خوش آمدید میگم. خوش آمدید حاج بابا. انشالله که در رفت برنامه ما از علم و دانش شما در این باره بهره خواهیم گرفت. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به شما مجری برنامه و بیننده های شما عرض سپاس میکنم. خداوند همه ملت تاجیک را در پناه اسمتش پناهگار باشد. ملت تاجیک هم به مانند دیگر ملت ها سربلند و از جهت اقتصاد استوار باشد. شوکت جان، اگر اجازت فرمایید پیش از سوال شما من درباره همین تاجیکستان یک کمی سخن کنم. بگذار، بفرمایید. تاجیکستان کشوری است که پر از دردانه است، پر از نعمت است، پر از ذخیره‌های طبیعی است، پر از آب‌های مصفا، آب‌های جاری شونده، دریاهایی که در تاجیکستان هست به مانند پنج، زرافشان، وخش، سردریا. همه این دریاها یعنی ذخیره‌های آبی تاجیکستان به شمار رفته. برای ملت یک کمک کننده اساسی می باشد، ولی از این ما پر استفاده برده نمی توانیم. وقتی که درباره ذخیره‌های طبیعی بنده در شبکه‌های اجتماعی گفته بودم، کان نقره یک جلغه را بی پول، بی انداز، بی باج گمرکی داده بودند. شما همونجا گفته بودید که کان یک جلغه را با یک جلوه دادند. اکنون درباره یعنی پتانسیلی آبی تاجیکستان در جهان از جهت ذخیره آبی در جای 8 می ایستد که بس از دولت‌های بزرگ یعنی روسیه، چین، شتات‌های متحده امریکا، برزیلیا، زایر در آفریقا، هندوستان یعنی در جای 8 می ایستد. اگر در سابق مملکت ها به نظر گیریم، اگر تاجیکستان در جای دوم پس از روسیه فدرالی می ایستد، انا از همین سبب پتانسیلی ذخیره های آبی انرژتیکی یا اینکه نیروی برق آبی تاجیکستان زیاده 500 میلیارد کیلووات ساعت استحصال کردن ممکن است. لیکن ما امروز همگی تا 22 میلیارد دلار استحصال میکنیم. خلاص اگر باشد مرحمت به سوال گذارید، اگر نباشد من دوام میدهم. مرحمت، آوازتان. حالا سوال من هم از همین جا سر می شود. من پرسیدنی هستم که حالا شما گفتید که در تاجیکستان 22 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال می شود، در حالی که ما میتونیم 500 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال کنیم. بگذار 22 میلیارد کیلووات ساعت. اگر انفتر کردیم 527 میلیارد کیلووات ساعت. یعنی حالا
من کوتاه کار گفتم 505 میلیارد کیلووات ساعت دیگه ذخیره استحصال کنیم. یعنی ذخیره چیزش رو داریم، یعنی پتانسیلش رو داریم. حالا همین من سوال اولینم همین است، آیا همین نیروی برق که عین حال در تاجیکستان استحصال می شود برای استفاده کل اهالی تاجیکستان و کارخانه ها و کارگاه های آن می رسد یا نه برای بهار و زمستان؟ چرا نه؟ همین 22 میلیارد کیلووات ساعت می رسد. 22 میلیارد کیلووات می رسد و اضافه می کند. من در اینجا باید یک 2-3 ساله که استحصال میکنیم پیشنهاد نمایم. سال 2020 از 8 میلیارد کیلووات ساعت بود. سال 2022 21 میلیارد کیلووات ساعت شد. سال 2023 22 میلیارد کیلووات ساعت که از این 95% آبی و زیاده 5% یعنی برقی گرمایدهی. تاجیکستان امروز چرا تامین کرده نمیتواند؟ برق را چرا تامین کرده نمیتواند؟ بنده در یک چند عامل میبینم. کدام عامل ها؟ که این عامل ها رو من تا امروز نگفته بودم یا با شکل دیگری گفته بودم یا دیگرها گفتگی، من تکرار میکنم. عامل یکم دستگاه های نیروی برقی آغاز از اگریگات های استحصال کننده. شما میدونید اگریگات های استحصال کننده در همان گس ها جایگیر می شود. من در گس راغون 6 اگریگات جایگیر می شود که هر یک اگریگات سانه با در نوبتی همون موضوع راغون بیاد ما استفاده میگذاریم. یکم عامل همین اگریگات ها سر کرده تا ترانسفورماتور، تا سیمچوب ها، تا سیم های برگزراننده امروز شوکت جان فرسوده شده است. عامل دویم در نابرابری تقسیم برق. من و شما از شبکه‌های اجتماعی آگاه هستیم که مردم تاجیکستان دائما میگویند که در همسایه من اولاد فلانی وزیر، رئیس و به برق هست، منبع نیست. اینجا نابرابری یعنی خودی و غیر خودی. در یک خانه شب و روز برق هست، در دیگر خانه نیست. در یک خانه برق فروزان، در دیگر خانه تاریکستان. عامل سوم تمام زیرساختارهای شرکت برق تاجیک را فساد به مانند زرپیچک پیچانده گرفته است. عاید فساد من بارها گفتم، بارها پیشنهاد کردم، مراجعت کردم. بار دیگر به محترم پروکورور گنرالی یوسف رحمان مراجعت میکنم که این ساختار را یک بار دیده براید. این ساختار را تماما فساد زیر کرده است. شما آگاه هستید یا نه؟ امروز بغیر از پای در پای گذشتن حکومت شرکت برق تاجیک حدود 44-45 میلیارد سامانه قرضدار از یک بودجه سالانه، شوکت جان اعتبار دید، از یک بودجه سالانه اضافه قرض برق تاجیک. و وقتی که قرضدار شد چرا تفتیش نمی کنید؟ تا امروز نشنیدیم که یگان نفری برق تاجیک را داشته باشند، جزا داده باشند. عامل چهارم نفس بد. حق حلال مردم را، حق حلال برق تاجیک که مردم را نیروی برق را، حق حلال مردم را نمیدهند، به خارجه میفروشند. اینجا خود گفته پرزیدنت که نفس بد.
لیکن نفس بدی که ملت خودش اندیشه کند، آموزد، فهمد. ملت به نمیتیم. در آنجا شما گفتید یا دیگران گفتند که به خارج میفروشند، به افغانستان، به ازبکستان، به قرقیزستان میفروشند. انا در همین باره قرقیزستان من یک چیز را مثال میبیارم. این بسیار مردم نمیداند. این در دوره رئیسی ولایت قاسم جان قاسموف بود. عین وقتی انتخابات بود، سیمچوب ها، یعنی سیمچوب نیو سیم آهن، ستونهای آهنی شهر خوجند تا شهره که تبشر امروز استقلال میگوییم کنده. شوکت جان ستونهای برقی تیار کنده از اسفره طرف قرقیزستان به شناندن که ما از قرقیزستان برق میگیریم گفته. اینو ببینید کن. اینا یک جای تیار آباد نوآباد کردن. امروز همون ستونهای برقی که قرقیزستان به برق میتیند. با جای اینکه بگیرن میتیند. انا با جای اون که وعدگی بود که میگیرن، اکو اینا داد استادن. دیگر عامل برادر، این عامل ملت است. ملت باید امروز حق خود را طلب کند. وقتی که ملت طلب نمی کند، اینجا من و شما دل ما سوخته، جگر ما سوخته گم میزنیم، لیکن نتیجه نیست. در دست ملت همش. من شما میگویم شما در آستریا هستید، من در دیگر کشوری اروپا هستم. اینجا اگر یک کمبودی شود در رو طلب میکنند. معلم ها طلب کردند، طلبشان را اجرا شد. فرمرهای خارج قشلاق طلب کردند، قسما طلبشان اجرا شد، لیکن اجرا نشدگیش فهمانده میدهند که این مسئله تیز حل نشونده. برای همین ما در دیگر وقت می آموزیم. چرا همش رو میفهمونند؟ ها، انا میفهمونند. تحقیق میکنیم، می آموزیم. در همین جا یک بار گفته گذارم. من این سال 2023 شما 2 ماه 3 ماهش گفتیم، من علاوه میکنم. سال 2020 الکی ما 1 میلیارد و 536 میلیون و 800 هزار کیلووات نیروی برق میفروختیم. انا سال اگر 2023 من عمومیش را گویم، اگر زیاده 100 میلیون 104 میلیون دلار به ما برق فروختیم. حال آنکه خود ملت بی برق است. از این به افغانستان 533 میلیون کیلووات ساعت فروختیم، به ازبکستان 853 میلیون کیلووات ساعت فروختیم. در عموم سال 2024 هم زیاد شده استاده است، چون که از سال 2022 2023 3.9% افزود. باز امسال چقدر می افزاید با در آخر سال این را گفته می گذاریم. حالا من سوالم اینجا همین است که یک دقیقه همین حالنگه باز یک بار دیگر میگردم. شما از خاطر فراموش نکنید سوالتان. همین ملت به من مراجعه میکنم که ملت به نه تنها نیروی برق، گاز سوزنده، آب، برق، اقلا همین آب و برقی که در تاجیکستان هست همین طلب کرده توانند. مرحمت. ما اینجا از شما پرسیدنی بودم که چرا 31-32 سال پیش تاجیکستان نه تنها در بین دولت‌های اتحاد شوروی بلکه از بسیاری دولت‌های جهان
بهتر خوبتر مردم را به برق تامین میکرد. کارخانه ها با برق تامین بود و خانه های مردم به برق دائمی فروزان بودند. چرا حالا همین چیز امکان ناپذیر شده است؟ ما سالانه به یک جا رفتگی ما اینه خیلی خوب میدانیم شوکت جان. چرا؟ در انا همون مملکتی که میگوییم مملکت SSR میگوییم، EJSC میگوییم، شوروی میگوییم، امروز بسیاری ها یاد میکنند. برای چی یاد میکنند؟ برای آن که برق تامین بود، برق فروزان بود، دائما چراغ بود. نه تنها بود بلکه با یک نرخ ارزان در قشلاق جای ها 2 تین بود، در شهرها 4 تین بود. اگر به همان روزه گوگرد مقایسه کنیم، اگر 1 کیلووات برق در شهر به 4 تا گوگرد برابر بود، در قشلاق جای ها به 2 گوگرد برابر بود. کارخانه ها پر با برق تامین بود. کارخانه ابریشم، کارخانه قالین بافی، کارخانه زرباف 100% کار میکردن. بنده سبب مفلس شوی کارخانه ها و سبب به مردم نرسیدنی برق، من اولا کارخانه را بگویم. کارخانه ها چرا مفلس شد؟ اندازه بلند، نیروی برق بلند. انا در همینجا باز نیروی برق هم گفته گذاریم. نیروی برق به یک نفر با دیگر نرخ، به نفر دیگر با دیگر نرخ. یک نفر میگیرد 13-15 درم و دیگر نفر میدهند 70 درم. یا اینکه به خود مردم، به خود ملت امروز برق میدهند زیاده 30 درم، ازبکستان میفروشن 20 درم. 2 سنت میفروشن ازبکستان، به افغانستان به 4.11 سنت میفروشن. آخر نخود شما ملت خودتان به 30 درم و 87 درم تیدو، ازبکستان به 2 درم تید. اناکنون چرا امروز در همان جا تامین بود و امروز تامین نیست کن؟ امروز یک دیگر عامل هست. در دوره شوروی گاز طبیعی تامین بود، یک نعمت بی‌بها بود. همین نعمت بی‌بهای دست خداشان که نیست کردن. خیر دست خداشان که نیست کردن، همین خیلی که مناسبت ازبکستان که ویران کردن، دست به گریبان شدن. یک دیکتاتور دیگر با نام اسلام کریموف عین همین وقت زمستان گاز طبیعی تاجیکستان به قطع کرد. تا امروز گرفته نمیتونن. اکنون امروزش گویم هم به قریب 1-2 ماه شد روسیه، قزاقستان، قرقیزستان شرطنامه بست. تاجیکستان باز بیرون از شرطنامه ماند. آخر شما گازپروم همین بود. اینا نمیدونن که چیکار میکنن. خواب میروند، بیخبر میمانند. حرکت کنید، گپزنان کنید، از ازبکستان گرید، از روسیه گرید، از ترکمنستان گرید. گاز مایع کشاندن دیگر، گاز طبیعی دیگر. گاز طبیعی خودش با قبور میبیاید. در شهر خوجند 4 سال پیش چشمه یک به نشان دادن که گاز طبیعی آمد. اول ما صنعت را تامین میکنیم، پس اهالی را. تا امروز یگان صدا نیست، یگان خبر نیست. مرحمت. تو حیدر نیست. نیست. نگاه کنید چرا مثلا گریم حتی همین خطو یک کشور ابرقدرت میرود به ترکمنستان گردن کج میکند، از ترکمنستان گاز میخرد. حتی این بگذار توسط روسیه باشد، چون
شرطنامه ترکمنستان درباره استحصال گازش تا اونجایی که خبر دارم توسط گازپروم است و با این روزی است خطای از ترکمنستان گاز میخرد به همین کشورهای بعضی کشورهای چی عبور کرده میگذارد، اما خود تاجیکستان از این در کنار میماند. چرا؟ اکنون اینجا من به شما گفته گذارم چین از ترکمنستان 3 قبور گاز رو به تریتوری ازبکستان و قزاقستان میگذراند. قبور ا ب د میگویند 3 قبور که میگذراند. یک بار گفته گذاریم و زم این سیل سیبیری از روسیه میگرفت، اکنون امروز روسیه کم کرد برای آنکه سانکسیون وارد نشوند گفته. اکنون قبور 4 قبور اس میگویند شوکت جان. قبور اس باید از ترکمنستان واسطه ازبکستان و واسطه تاجیکستان گذرد. در تاجیکستان 9000 گکتار زمین جدا کرده شد و یک چند تا تونل ها می شود. از همین تریتوری تاجیکستان گرفته می گذرد. من در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کردم که وقتی که از تاجیکستان می گذرد خطای باید به ما اجاره دهد و همین پول اجاره شما گاز گیرید. یعنی از زمین تاجیکستان قبوری خطای به میگذرد. قبوری 4 اس میگویند اجاره بدهد و پول اجاره گاز دهد. نه تمام. سونی یک بار گفته گذاریم همینجا ازبکستان به ما بعد میدهیم. از ازبکستان پولش گرفتن در کار نه، به عوضش گاز گرفتن در کار، به عوضش گاز طبیعی گرفتن در کار. وقتی که ازبکستان گاز میدهد در اینجا برق چی میشود؟ اکونوم میشود. وقتی که گاز طبیعی میبیاد برق اکونوم میشود. بله. سال 2004 دوست عزیز در جامعه شهروندی ولایت سوخت در اشتراک وزیر عدلیه خلیفه بابا همدموف من پیشنهاد کردم که همون شب و روز جدا ما روسیه که دوست بودیم، دوست استراتژیکی بودیم، روسیه گاز ازبکستان رو میگرفت. گاز ازبکستان رو گرفته به اتحاد اروپا میفروخت. من گفتم که روسیه که گابزنان کنید، گاز طبیعی یعنی ازبکستان رو روسیه خریده به ما دهد. وزیر عدلیه اندیششون بینید، عقلشون بینید که با من میگن که گاز ازبکستان رو روسیه برده از روسیه میبیاریم. خدا رحمت کند جمعه نیازف اصلاح کردن. نه گفتن باید جا همین خیلی گمزدن. نه هم تو میخرد و هم تو میتیاد به ما گفتن. تا همین روزه همین پیشنهاد در جامعه شهروندی بررسی شده بود، در حکومت بررسی نمیشد. برای آنکه باز یک بار دیگر تکرار میکنم، همون رئیس جمهور بسیار خیلی خوب گفت نفس بد انا همه خیلی ملت آزار داده استاده است، ملت آزاد داده استاده است و ملت ظلم کرده استادند. مجبور میشوم که گویم شوکت جان کن پیر شدگی من. زنده باشید. بسیار همین ما رو همین علمان ما مثل شما همین خیلی آشکار گفتن رو به خود عادت دادنشون در کار. شما ضیائیان یعنی چراغ ملت هستید. بیچرا خانه تاریک است. به ضیایی ملت روز ملت تاریک است. ضیایی از خودش روشنایی نداد روز ملت تاریک می شود. این بسیار خوب است که شما روشنی می اندازید به این چیزها. سوال دیگری من، حالا به این چیز شما اشاره کردید، من سببش را پرسیدم میخواهم. به نظر شما چرا شرکت برق تاجیک در حال مفلسی قرار دارد؟ سبب‌های مفلس شوی و قرضدار شوی این شرکت رو در چی میبینید؟ اینکه مثلا میوه تر نمیفروشد که گوید میوه ترش در راه تا به روسیه بردن پوسیده و ایران شد و تا به روسیه رفتن نرسید. این برق میفروشد. با برق رو یک چیزی استحصال دیگه کسب کردگی رو در موبایل میگیرد میفروشد. تمام همین قدر وظیفه اجرا میکند. این چه خیلی باید مفلس شود. این
که با کدام راه همین جنده یک معلومات غیر رسمی هست، همین به ملت منم میرسانم. البته اینجا رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری بارها گفته گذاشتند که ما برق را به افغانستان به اون سبب میفروشیم که حق برق به صورت حساب دیگرها میگذرد، یک باره به صورت حساب آفشاری میگذرد. بغیر از این در بالا گفته گذاشتم گفتم درست، همچون یک زرپیچک گفتم، اکنون تارتنک بگم. به مانند تارتنک شرکت برق تاجیک پیچانده گرفتن، غارت میکنند. یکی از راه های غارت یک همین کارمند برق ناحیه های تابع جمهور در شبکه های اجتماعی گفت که ما برق را، یعنی پول برق را میچینیم، جمع میکنیم در ناحیه ها تا به شرکت برق تاجیک رفته نمیرسد. من خودم را مثال میگیرم، وقتی که در شهر خوجند زندگانی میکردم، همین خیلی بی‌سر و سامانه شده بود که ناظر برقچین می آمد، شما همین قدر قرضدار، گفته رفتم میگرفت، این اکو من با معلم ممکن از من با کم گرفت، از دیگران زیادتر، همه قرضدار، ملت قرضدار، شرکت برق تاجیک میگوید که فلان میلیون قرضدار. لیکن من آخر مجبور شدم رفته از همون اداره برق سپرافکه گرفتم، پلیس سپردگی به رسوت کردگی به ماه دیگر ناظر، یعنی یک زن آمده گفت که شما قرضدار. خواهر عزیز گفتم من ماه گذشته شما پول دادم، من رفته سپرافکش گرفتم، من سپرافکش کردم، این من خطا کردم. میگه انا میخل غارتگری این مایدهش، شوکت جان، این مایدهش، این همون خود در همون شرکت برق به خیالم یگان نهنگ هست و این نهنگ همیشه گرفته به خیالم تقسیم میکند، چون که دیگر علاجش نیست. حکومت سانی پای در پای گذشت میکند. این من همین در دزدی میدانم من اخترش، یعنی به همون نهنگ زوری حکومت نمیرسد. همین خیر فقط پول برق تاجیک رو میگیرد، برق تاجیک قرضدار ابگاه همین سانی با سانی هر زمان یک بار حکومت از سبب قرضدار بودن برق تاجیک فلان میلیاردش رو گذشت کرد، گفته یک گذشتم کرده میمانم. باز اون نهنگ پول رو میگیرد، باز از بودجه اینجا از گردن ملت این نهنگ کی باشه؟ این ملت خودش اندیشه راند، ملت خودش یابد. واجبو بسیار آدمی با ادب هستند، بسیار آدمی از جهت شخصی با فرهنگ هستند، بسیار مسئله ها رو در کاغذ های خوشرو پیچانده گپ میزنند. ملت خودش یابد و گیرد گفته شدند. این نهنگ همین گپتام یک چیز میبیارم. من میگم امام علی رحمان است. حاضر من همینجا یک چیز میبیارم. یک نویسنده امریکایی، حاضر نامش از یادم برآمد، همون گفتگی که حقیقت هست. همین گفتگی من همین کاغذ کته گفتگی پیچانده این کاغذ کته پیچاندگی، این اش کته پیچاندگی و یک کته پیچاندگی تا همون حقیقت کشادن گفتگی وقت در کار. امروز ملت اکن همون حقیقت خودش کشاد. انا اینجا من شوکت جان باز همون گپ شما و اگر یاوم همه نیافتم یک چیز میخوانم. سابق سروزیر سنگاپور گفته است که یعنی لی کوان یو، اگر شما خواهید که از بالای فساد غلبه کنید، شما باید آماده باشید که دوستان و عائلتان را به زندان فرستید. بخیال می همینجا راست نبیاد. اگر امام علی رحمان خواهد که از فساد نجات آماده باشد که یارو دوستانش خیش و تبارش را به زندان بفرستد.
انمین تمام همه جا آباد میشه. بسیار خوب. حاج بابا، من در یک مقاله شما که در رسانه ها نشر شد خوندم که شما گفتید که همین نیروگاه برق آبی روغن را خصوصی کردنی اند و از دست ملت کشیده گرفتنی اند. شما گفتید که تا به حال حاضر همین دو اگریگاتش کار کرده ایستاده است. همین دو اگریگاتش به زورمو رسید بگذار همین دو اگریگاتش از اون ملت باشد بیستد همین خیل بیستد بسیار نازک خصوصی نشود. گفتید که دو اگریگاتی در همین باره گپ زدید. نگاه کنید، دو اگریگاتی نیروگاه برق آبی روغن و کار درآمد، ولی حکومت جمهوری و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در تغییر قانون مالکیت دولتی و در تغییر همین قانون مالکیت دولتی و یعنی یک مالکیت استراتژیکی داشته را با اشتباه بزرگ راه داده. در دپوتات های دعوت سالهای 2015-2020 اجازه دادن که خصوصی شود دو انشاءات بزرگ دولتی و شما گفتید که نفروشید و گردانیده نشود. یعنی به نظر شما همین تصمیم برای چی بود؟ چرا چنین کردن؟ اینجا به سوال شما من یک چیز را علاوه میکنم. خود همین گیس روغن در دوره شوروی سال 1973 آغاز شد، لیکن با بهانه ساختمانش آغاز شد 1973، لیکن با بهانه های ناچیز یک نفر برآمده گفت که اینجا قشلاق ما یک قبرستانش آبزیر میکنند. مادری من در همین جا گفت. دیگر همین آورده رساندن به جنگ شهروندی. بعد از همین جنگ شهروندی تمام ماند. اکنون سال 2008 باز از سر این MBO رو یعنی به کار آغاز کردند و همونجا حساب کتاب کردن که همین نیروگاه روغن در 3 میلیارد دلار یعنی ساخته می شود. سال 2016 آمدن و گفتن که 3.9 میلیارد دلار ضرور است. سال 2022 آمده گفتن که 5 میلیارد دلار ضرور است برای ساختمان. انکو امروز گفته استادن که 6.2 میلیارد دلار ضرور است. این گیس روغن انا همون برق تاجیک گفتگان باید یک جای درآمد شد. با بهانه گیس روغن چند شرکت های فلانی حتی خبر داشته باشد سروزیرم به نصیب نماند. اینم کمک بار برده و هم کمک حق خودش گرفت. آخر نخود تا همین درجه گیس غارت کنید که آخر از 3 میلیارد دلاری که بود میشد 6.2 میلیارد دلار. لیکن من امروز همین برنامه شما میگم که 6.2 دلار به هم بود نمیشه. اکنون من چرا گفتم که این را خصوصی نکنید؟ اول پیش از خصوصی کردن من شما برای ملت برای مردم یک همین سرمایه گذارها را به شما میگویم. سرمایه گذار بانک جهانی، بانک سرمایه گذاری اروپا، بانک آسیای رشد، بانک رشدی اروپا، مملکت های چین، روسیه، اروپا اگر خبر داشته باشید با همان داناگی نوردین جمالدین داماد رئیس جمالدین نورعلیف انا با شرافت همون
500 میلیون دلار به یوروبانک گرفتند با 7% برادر، با 7%. بانک جهانی حکومت تاجیکستان تاکید کرد که دیگر این خیل بهره‌کتی نگیرتان. این 7% بهره خیلی کلان بوده است برای پول کلان. دیگر سرمایه گذارا اینجا گیمگر تا همون ابودبی تا سعودی تا کجای نرفتند. این همین اگر نامش دیگر نکنم خطا نکنم قهارزاده باشد در کار رئیس مالیه گیوگرافی قرضگی ما وسیع میکنیم گستاس فهمید نی؟ گیوگرافی قرضگیری راه کارکرد پول در تاجیکستان نیافته راه قرض، یعنی با بیشتر قرض میگیریم، بیشتر قرض میگیریم. همینجا من یک تا چیز شما گیمگر حیران میمونید. چی است؟ بانک آسیای رشد تا حالا 2 میلیارد و 508 میلیون دلار پول داد. از همین 1 میلیارد و 920 دلارش بی بازگشت برادر. هم تو پول تمام پول نقد. فهمیدید مینه؟ پول نقد. با حاضر گوزنان کردن که سعودی 100 میلیون دلار تیاد که رقم به صرف کنن. با کجا؟ حتی حاضر نام وزیر از یادم برآمد دولت جمعه دیگرش می بانک آلمان به مراجعت کرساز فقط قرض به مراجعت بکنن. نمیدونم اینو کامش به قرض گرفتگی می و چرا کار برکت نمیکنن؟ چرا صنعت اگر همین صنعت همین نیروی برق ارزان کنن هیچ مفلس نمیشه. نیروی برق انداز ارزان کنن هیچ مفلس نمیشه. دیگر گفتتون از یادم میبرد چرا همینو خصوصی کنن؟ یعنی برای خصوصی کردن نیروگاه برق آبی تمام با خاطرم آمد. قانون بود که انامین دو انشاءات استراتژی داشته، یعنی خصوصی گرداندنش من بود. این کدام اینا چا کردن؟ همون سالش گفته شما 2015 2020 دپوتات های محترم 1 ماه وقتشان ماندگی بود. 1 ماه. اگر همین 1 ماه میگفتن که بهتون کمتر این سال اوستر پرتیم میموند. نه باید همون 1 ماه به قرار برآوردن. وفاداری انا وفاداری. اکو اینجا من چرا گفتم؟ برای آنکه شما خبر دارید یا نه الکی نصف زواد الومینیوم براری یا اینکه شرکت تالکو رو جدا کرده یک شرکت اساسی کرده خیتای گرفت. من در همانجا گفتگی که در همون مقاله ممکن خیتای نیت داشته باشد که همینه گیره. خیتای همتون نمیگیرد که شما میدونید که بله به یک جا نورش نمیکرد بیهوده. انا اکن از اون همین راغون گویم و راغون دو اگریکتش با چی مشقت کار کراست. بنده هم 5100 سامانی دادم راغون کار کند گفته. مردم 890 میلیون سامانی جمع کرد. و شما امروز انکون چشم علا کرسادیم. من برای همون چشم علا میکردگاه یک پیشنهاد خیلی خوب میگویم شوکت جان. بفرمایید. راغون رو قصدار نکنید. راغون رو به گرفتن حرکت نکنید. مالتان هست، پولتان هست. مرحمت در دریای زرافشان یک کامپلکس هیدروانرژتیکی سازید. هم برق استحصال میکنید، هم بناهای غانچی استرافشان آب میرود، آباد میشود. با نسل آینده تون نامش چی میگه کنید؟ نسل آینده باقی میماند. بله میراث.
انا تمام میراث از آدم میبرده نه میراث میموند. اینا همون حاضر چشمشون روغننده، لیکن نمیدونم ما امروز گفته نمیتوانیم. اینا وقت نشان میدهد کی میگه. حالا به همین بین افغانستان و تاجیکستان بالای دریا اینها چی ساختنی بودند؟ یعنی آبانبار ساختنی بودن، نیروگاه برق آبی ساختنی بودن. نامش حاضر میگم. از آن خودتان کنید. نامش حاضر میگم. نامش در همون دریای 5 14 گیس کلان ساختم که برادر، 14 گیس کلان. اما یکمش گیس دشت جون که این نیروی برق آبی از راغون هم کلان. راغون 13 میلیارد کیلووات ساعت استحصال میکند و 14 از 1 میلیارد کیلووات ساعت استحصال میکند. اکنون همون وقتش انده. این اگر وقتش بگم حیران میشد. وقت نیکیتا سرگیویچ خروشچوف انده. این سالهای 60 همین آمدگیش انده تاجیکستان انده مکتوب نوشتگی بود است که همین مسئله دیده براید. حتی همون مکتوب آدمای متخصص میگویند که حقوق قانونی داشته است. کار نکردن برادر. انا عجیبه شگم یکمی گنرالی اتحاد شوروی. نه کاتب یکم بود. اونجا کاتب یکم ثانی گنرالی شد. اکنون اینجا یک جای عجیبه شگم. اگر همین آبانبار میشد من امروز افغانستان کانال ساخت، کانال در ترکمنستان، کانال در ازبکستان. همون آبانبار برای 2 میلیون هکتار زمین کشت آب میرساند. 2 میلیون هکتار. اینم یک. دیگر طرفش برادر حاضر یک جای عجیبش است. امروز اکنون افغانستان این مسئله برداشت است. همین گس ما میسازیم گساز برادر. لایحه‌اش در تاجیکستان کشیده بودن. امروز اکنون افغانستان گفته ساده است که این گس رو ما میسازیم. اگر هر دو دولت سازدن بهتر میشه، چون که ممکن افغانستان نسبت ما تیزتر پول یابد. حالا نگاه کنید چیزی که یک پروژه‌ای که در دست تاجیکستان بود نه افغانستان حرکت کرد. بالای این 30% آبی امودریا رو بسته گرفته رفته شده است. اما کانال کلان حتی وسعتش 40 متر. خندش زند. در بعض جا 100 متر می شود. بله. کانال کلان خیلی کلان. اصلا یک بار همینجا گفتمانم، چون که در کجای ضرور بود از خاطرم فراموش شد. همین آب تاجیکستان از روی سازشنامه نقوص میگویند. همین برابر تقسیم میشد. اونجا در حال افغانستان داخل نمیشد. اکنون افغانستان علاوه شد. اکنون کمتر همون شرطنامه تغییر یافتنش در کار. باید افغانستان داخل شود شرطنامه. مرحبا. حالا من به شما یک سوال دارم درباره همین تقسیمات آب. شما گپ زدید همین تقسیمات آب ببینید. فرض کردیم حالا من یک چیز رو نشون دادم میخوام همینجا یک بار ببینیم. خوب حاضر در همین تقسیمات نگاه کنید. فرض کردیم آبانبار قیراقم بحر تاجیک در حدود تاجیکستان است. در همون ساحل بحر تاجیک، ساحل دریای سیر، نوحه اش جایگیر شدگی است. یک دشت کلان بزرگش به آب خور رفته است. به آب خور رفته است. دشت کلان آبیاری نشده است، خشک خالی، یک دشت خشک. در این طرف دریا که ازبکستان جایگیر است، ازبکستان سرسبز خرم. چرا چنین است به نظر شما؟
همین سوال شما اصلا برای رئیس حکومت ولایت باشد، برای رئیس ولایت باشد. همین اکنون چند سال پیش نمیدانم من در یک مراجعت نامه هم نوشته بودم، لیکن این رئیس نبودم به خیالم، رئیس قادری بودن اما نبودم به خیالم، نوشته بودم که اصلا آب قیراقم اگر از همون جه گذشتگی باشد به طرف از طرف اشت به طرف قیراقم گذشتگی باشد، اگر یک نساز کار میکنه و مسیب سامغرب آب میتید، من در آنجا گفت خودتان که سبز خرم شدگی. اکنون همون جای گفتگی تان به من گفتم که از همین آب قیراقم همین قشلاق سامغر اگر شما میدانید دیگران نمیدانن، قشلاق سامغر در دوام بلندی گویی میشد، اونجا کوه همدگی کوه آخبل آخچاب میگویند. از همین آخبل آخچاب گفتنشون از رنگ سفید دارد، آخبل یعنی سفید، آخچاقش همون نمک سخت همونجا گذراندن قین. لیکن از این پیش سامغر از آبانبار قیراقم با نسازهای بزرگ آب گرفتن. اگر دانید اگر امان فامیلش امان عبداللهیف در دشت سامغر بالاترش زمین کشادگی از حساب آب زیر زمینی دریای قراجنگل از همون زمین امان عبداللهیف با سال طرف اش بره دگر یک قشلاق بادام هست. اگر همین آب از همین آبانبار قیراقم انا همون قشلاق بادام برده یک حوض بزرگ ساخته به دو طرف، هم به طرف ناحیه اشت هم به طرف ناحیه بابا جان غفورов، اگر آب سر دهیم اون زمینی که شما گفته استادید، اون دشتی که شما گفته استادید، اگر زردالوزار کنیم، اگر زردالوزار نه تیلازار می شود. بله. همین زردالی ناحیه اشت، ناحیه کان بادام، ناحیه بابا جان غفورov، ناحیه اسفره در تمام جا قدر میکنند، یعنی همچون داروی دیل استفاده میبرند. از همین لحاظ به سوال شما علاوه نموده، من به رئیس ولایت سوخت مراجعت میکنم که از پی همین برآوردن آب از آب انبار قیراقم یا اینکه بحر قیراقم یا اینکه بحر تاجک به همان مسیب سامغر و مسیب اشت، یعنی دشت سامغر و دشت اشت آب برارن، از خودشان نامشان میماند. لیکن من در مقاله هم نوشته بودم که کی به من جواب میدهد که در طول 32-33 سال در تاجیکستان شمالی در کجا زمین نو کشاده شد، آب برآورده شد؟ اینه با سوال میدم. مرحمت اگر یگان نفر داند به همین وی شما برنامه شما فرستد، ما استفاده میبریم. بعد دوستان عزیز همینجا نگاه کنید، من همین آبانبار قیراقم است. آبانبار قیراقم این طرف، از آبانبار قیراقم بالا این طرف انمی رخت سفید سرحدی تاجیکستان یا این سرحدی تاجیکستان و ازبکستان یا اینکه دریای سیر است. این طرف دریای سیر ازبکستان است، این طرف دریای سیر همین خشکی هایی که میبینید و سبززارهای کم رو که میبینید طرف تاجیکستان است. این همه دشت هموار است، انمین وادی تا همینجا دشت هموار است، هزارها گکتار زمین بیکار خوابیده است. این دریای سیر است، این طرف ازبکستان رو ببینید چقدر سرسبز و خرم است، چقدر سرسبز و خرم از دریا همین دریای سیر استفاده شده است. ما هیچ استفاده کردگی نیستیم و با همین آبهایی که از همین کوهسارهای قطارکوی کرمه آبهایی که پایان میفراید زیر زمین شده باز میباید به طرف ازبکستان گذشته میرود، حتی ما از زیر زمین گرفته نمیبریم. در انمین چقدر یک کمتر کبودیزاری که میبینید زردالوزارهای ناحیه اشت در جماعت دیهاتی
مهنت آباد در بخمل است و اینها را آبی دریاچه ملامیر و آبی دریاچه پونغوز را از زیر زمین داشته گرفته قسما چی کرده هستند، یعنی زردآلوزور کرده هستند. یک قسم این از دریا میبراید، اما این جایهایی که خشک خالی میبینیم همین آبی کمی کوهساری کوههای آبی قطار کوههای خرمه، حالا در روبروی من شما نامزد علوم جغرافی علوم فن جغرافی ایستادن، با تصدیقش رو از ایشون میشنوید، همین دریاها تا به این دشت آمده نمیرسد. اینجا شغالزارها یعنی پایه میفرای، یک قسمش در همین بخمل روی آب گرفته برآوردگی هستند، قسمتی اساسیش زیر آب زیر زمین پایون فرموده میرود و شاید به دریای سیر اومده میرزد. کی میدوند؟ این رو نمیدونم. شاید اینجا حاج بابا شرح میدین انشالله. همین ابیکتی که شما نشان دادید، باز اگر سال بالاترش نشان میدادید باز بهتر بود، چون که خودتون هم گذاشته زمین تکه است، مهنت زیاد طلب نمی کند، مهنت زیاد طلب نمی کند. همین زردآلو رو میشنانید و حاصلش رو گرفتن میگیرید انشالله خدا خواهد. لیکن همون آبهای زیر زمینی که گفتید بین قسم زیادی ناحیه اشت و دریای سرنده همون یک بلنده یک تپگی تا قریبی یک قشلاق ازبک قشلاق هست، قلم میگویند، تا همونجا میرود. همون آب زیر زمینی همین پایانش از طرف همون بلاق سرکره طرف شرق به نگاه کرده جاری می شود. لیکن همون همدهه های شما، همدهه های قشلاق آشابه، همون قشلاقی که گفتید بخمل نواباد گفتید، نه بخمل رو؟ بخمل نواباد، مهنت آباد، بسیار قشلاق ها همچون آب زیر زمینی، آب ارتزیانی گرفته استفاده برده ایستاده اند. لیکن با این نمی شود، همین تنها برآوردن ضرور است. اگر نساس های پرقوت براد، پس از همون تپه که گفتم آخبیل می نامند، از همین بحر تاجیک آبانبار قیراخون گفته همون بلنده گذرانند، دیگر تمام نساس در کار نه، خودش همون تپه سفید همون تپه سفید گذرانند، دیگر نساس در کار نه، خودش سمتاک می رود. چون که این بلنده تا همون بلنده برنم که هزارها دشت بیکار خوابیده بکار می دراید. این برای ولایت سوخت تاجیکستان شمالی خیلی رول اساسی می بازد، چون که هم از جهت اقتصادی کمک می شود، هم برادرهای بیکار به کار تامین می شوند. تو تشکر زیاد. سال 2020 اعلان شده بود که تاجیکستان نیروهای برق آبی روغن علاقه یک از شرکت های وارد کننده مسئله ساختمانی 1 میلیارد دلار قرضدار است. چرا همون شرکت های من در بالا گفتم. اول اینجا من به شما همون درباره 2 اگریگات گفته گذارم. خوشبختانه 16 نوامبر سال 2018 اگریگات یکم به کار درآمد و 9 سپتامبر سال 2019 اگریگات دوم فعالیت خود آغاز کرد. همون وقتی که اگریگات یکم به کار درآمد، همونجا نور الهام بخش نامیدن. لیکن من اینجا دیگر چیز را گفتنی، همین گس روغن 6 اگریگات دارد، 6 تاش 3600 مگاوات میشد. خیلی اینها معلومات ها بسیار چاپ شده. من دیگر چیز را میگم. سال 2020 شما 1 میلیارد 286.7 میلیون کیلووات ساعت همین روغن علاقه استحصال کرده استاده است. لیکن
یعنی اقتدارش همگی 100-120 میگاوات حاضر کار کرساز 600 میگاوات نه 100-120 میگاوات. برای چی؟ برای آنکه سطح آبانبار راغون حال پست با برابر بلند شدن استحصال انشالله زیاد می شود. انشالله استحصال زیاد می شود. در اینجا باز یک بار دیگر سوال تکرار کنید. همون اعلان 1 میلیارد دلار قرض نیروگاه برق آبی روغون از شرکت‌های وارد کننده مسئله ساختمانی. همین در بالا گفته گذاشتم، باز مجبور میکنید تکرار میکنیم. همین شرکت‌های وارد کننده با نرخ ارزان از باج گمرکی از انداز آزاد ها با برده قیمت میفروشند. اکنون راهبری اساسی کی گوید اینجا؟ راهبری اساسی همین قاینه پرزیدنت. با من یعنیش با دربه نمیریم با نزدیکتر همین خیلی شرکت قرضدار کردن. سببش اکنون باز تکرار میکنم، سبب قرضدار کردن شوکت جان خصوصی گرداندن است. اعلان میکنند که نیروگاه برقی راغون قرضدار است، این اگر خصوصی نکنیم نمیشود. نمیشود. لیکن وقتشان میدادیدن. این وقتشان. همینجا یک تا دیگه چه گویم، همین راغون حال بود شدگش نیه. همین دینن روز 28 آگوست سال جاری خریداری نمودن نیروی برق آبی راغون پیدا شد. بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان گفته شنود شده استاده است که اینه وزارت مانع وزارت قزاقستان خبر داد. واخوری در شهر آستانه وزیر انرژتیک قزاقستان المصدم صدکلیف، جانشین سروزیر تاجیکستان عثمانعلی عثمانزاده و جانشین وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان منوچهر سفرزاده در اینجا اشتراک کردند. لیکن شوکت جان من خیلی همینه شنیده زیق شدم وقتی که حالی بود نشده است. او شما علکی خریدار تافته چیکار میکنید؟ من به همین نماینده های حکومتی گفتنی برادر، مانید همین کارهای همین فریب مردم مانید. اول شما مردم تامین کنید، زبانتان دراز دستتان بالا، کجا و فروش ثانی. بله. وای بچه اشکمی مادرشنده اینا علکی وای بچه تربیه کراسیان بچه نبوده که اوه قزاقستان از شما تامین تر است، اوه بیچراغ نیست. من یفتم همین است. ممکن همین باشد، ممکن من اقدر چشمم نمیگذاره. Sen elektroenergiu sragunskoy gez. Anamин. Qozog'iston shay می‌بینید؟ Ana власти Таджикистана и Казахстана обсудили перспективы. Tamam, Anamин. Hamid dina shud. Не стали. Ставки будут проходить транзитом через узбекистанскую энергосистему. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана. میدونید برای چه ازبکستان که میگذرد؟ چون که سیم تیار. تاجیکستان هم تو سیم کش میشه دیگه خودش. تاب تیار. میگذرن کمو واسه چیمکند. واسه ترکستان. واسه جنبول. گوید که اول مردم خودت تامین کن. من هم مراجعت من همین که اول مردم رو تامین کنید، پس چیکار کنید. با خاک سرتان سانه. بسیار
چی است؟ اکنون سوال همین خیلی تا اینکه استحصالات داخلی تمام سال برق تامین باشد، محصولات روزمره یعنی با استفاده برق استحصالات دائمی، یعنی زمستان شد استحصالات از کار نماند، بیچاره استحصالگر شما برق را کشید مثلا گریم تا بهار شدن و چی میگوید تکنیکاش رو روان کرده میشیند بی زنگ نزند، رنگش نپرد، مثلا بعضش در خونک میموند، از کرنوشه هم میشود، او رو با بالای وای مثلا بعضی تکنیکایی که در خونک میموند کرنوشه هم میشود، بعضی میستونش او تکنیکا رو مثلا کارخونه کارگاه رو با گرمی ایلوگی گرم کرده دو شده میسته در یک مثلا گریم حرارت معین و تا اینکه استحصالات داخلی تمام سال کار کند، محصولات روزمره در داخل استحصال شود، به بازار برآورده شود، مردم محلی به کار تامین باشد، چی باید کرد؟ همین اول جمله اولتان به همراه می نمایم. این یک 10 ساله 15 ساله گپ باشد در کار. یک سال نیروگاه برقی نارک به صدمه دچار شد و به شرکت تلکا نیروی برق نداد، چند تا دیگ‌های الومینیوم گدازی از کار برآمد. در جمله دویمتان گفتید که آخر شما در فصل زمستان برق نتید، او وای صناعت ویران میشد، از کار میماند. این یک مفلس میشود، صناعت از دید اقتصادی مفلس میشود، کارگر میبرود، کارگر نمیماند، باز از نو سال آینده کارگر جمع میکنند، مفلس میشود. وای صاحب کار زواد روس میکند. چرا روس میکند؟ برای اینکه شما اولا ارزش برق به استحصالات خود ما قیمت میدهید، حدود 70 سنت میدهید، به خارجه 30 سنت، به خارجه ارزانتر. ثانی دویمش انداز بلند میکنید. بله. از روی گفته حاجی محمد عمروف پروفسور و پروفسور کارمندان انداز یک کارخانه بیاد، اگر گویا یک گویا همه کار دستی هموننده، نه سلام علیک میگن نه دیگر. مقصد چی؟ مقصد فقط کمک رویاندن. من همینجا یک تا مثال روشن میبیارم به شما. شما شنیدگی می من پس از نفقه برآمدن کمک صاحب کارم شدم. بله یاد دارم. صاحب کارم شدم، یعنی موی ولایت سوغد را جمع کرده به فابریکه زرباف آورده کارکرد کرده میفروختم، همش خودم میکردم. ثانی همینجا یک کارمند انداز آمد. رئیس محترم الهیم سلامت باشن، زنده سلامت باشن، اکن نمیدانم چند سال باز دیدگیم نه. خیلی آدمی ناز بودن، دیپوتات اولی SSR شده بودن، JSS شده بودن. همونو یک لشکر کم اکن همین پول جمع کرده دادن و همون کتی هم خلاص نشدن. گفت است که اکن اینجا حجره ها بسیار بوده سو، اکن من به یک تا حجره میتیدو، من فعالیتم همینجا میگذرانم، از همینجا دیگه جاها رفتم دم میگرم، من حجره گفته نگردم. گفته چون که وای نماینده دوشنبه بوده است، لیکن خودش از تاجیکستان شمالی، ناحیهش نمیگه، لیکن عمرشان کوتاه بوده است. همون استادیاننده کدام همون نزدیکای استادیاننده یک باره یک روز گذشتن. این یک مثال دیگر همین انداز
کارمندان انداز شهر بوستان یک همون مغازه تجارتی گازبه هر ماه $500 گویا داله بسته است. این یک. دیگرش همین جریمه بندی در تاجیکستان نادرست. جریمه بندی اینها اول سال به بودجه داخل میکنند که جریمه بندی همین قدر میلیون سامانی. و شما که وقتی که داخل میکنید و کمیته انداز مجبور است که رفته جریمه بندد. و جریمه بندد چی میشدین؟ دیگر مثالی روشن میبیارم اینجا. کارخانه نامش نمیگیرم. آخر سال به رفته همین کارخانه میگن که برای پرگردن بودجه شما 65,000 سامانی میتید گفته و یا اکم برای چخل میگیرن و یا هم تو تیاد نمیگیرن که و جریمه میبندن و 65,000 سامانی میدانید. شوکت جان این چقدری؟ اما خودم که از همین دست همین آید همین جا آمدم، همین بیزار شدم، همون تجارتم و همون صاحب کاریم و همون دیگرشم. اکن مردم بداند، مردم فهمد که جمعی یک فرصت آمد. دو آشخانه شوکت جان، یک سمبوسه خانه، یک نوای خانه، یک جای پرشک خانی نپوشیدگی به کار در نبود، در یک جا بود، همش کمپک نبود. همش زده ویران کردن. و چرا ویران میکنید؟ من از وی بهره نمیبردم که و همونجا کار کند بود، مردم کار کند بود، درآمد شود بود، انداز زیاد بود. ها زده ولانگار کنند دست عزیز. ممکنه خیلی جا بسیار باشده کن. آخر همین تا چی اندازه به سر مردم ظلم آورند چی در کار؟ کمیته اندازه بتون یعنی خودی کرگی. کمیته انداز همش یعنی خودی. همش من فلان میکنم گفت استوانه فلان میکنم، حتی رئیس جمهورم حق رد میکند. بتون از خودش برفتگی همش. به نهایت بزیم. تشکر زیاد به شما حاجی بابا، زنده باشید، سلامت باشید. تشکر به شما که روزه شدید. طول این زیاده از 1 ساعت وقت پرقیمت خود را جدا کرده در صحبت ما باشید و به سوالهای ما جواب گویید. تشکر زیاد به شما عرض میکنم. در آخر از شما هم خواهش دارم که آینده اگر همین خیلی برنامه ها باشد یک روز درست پیشتر گویید. حتما انشاءالله. ثانیاً به مردم بار دیگر مراجعت میکنم. خداوند همه تان نگهبان باشد. اولادای ما هم خداوند نگه دارد، همشان صحت سلامت گردد. ملت یک آزاد باشد. این آزادی نعمت بزرگ است. آزادی ملت نگیرید، به ملت آزادی دهید. پرنده را بینید در درون قفس، اگر از قفس همین پرنده سرتیدگر پرواز میکند و کجاها میرود. ماهی از همان حوزه سرتیدگر به دریاها به بحرها شنا میکند. و مردم هم همین است. مردم هم مانید. و مردم در مهاجرت، در عذاب رولتان میخورد. در خونکی بالای چردک و برآمده تنوکه شیفر میزند. بچهاش گرسنه به پای افزال. شما و پول فرستان ساز، شما خرسادید پول مهاجره. آخر نسبتش جبر ظلم نکنید، آزادی دهید. تا آزادی ندهید مملکت آباد نمی شود. و دروغ و فریب کتی مملکت آباد نمی شود. آباد گفتنتان وای بیفایده. یک سوزن استحصال نمی کند ولایت لیل‌نبات. یک سوزن استحصال نمی کند. با گفتی بعضی ها دندان کاوک استحصال نمی کند. مکرانی که استحصال می کند دیگ به اندازه اطاله می شد. خداوند نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشید حاجی بابا، در پناه خدا باشید. تماشابینان عزیز و گرامی، با ما بودند سابق استاد دانشگاه دولتی شهر خوجند، داتسنت، نامزد علوم جغرافیا
سیاستمدار که سالها در سیاست بودند و هستند، عضوی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا در اتحاد اروپا زندگی میکنند، در یکی از کشورهای اتحاد اروپا زندگی دارند، پناهنده سیاسی هستند و خبر دارم که کارهای علمی برده ایستادند و نتیجه کارهای علمیشان به زودی نشر می شود و خبر دارم که یک کتاب درباره مخصوص برای تاجیکستان بخشیده شده که چی باید کرد که از این ورطه بیرون آییم. تقریبا نامش هم همین طور است، از این ورطه کمبودی، مشکل های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی چگونه بیرون برایم و رهایی یابیم. در این باره کتاب نوشته شدند و این کتابشان زود است که انشالله به نشر میرسد و من و شما از آن بهره میگیریم انشالله. تماشابینان عزیز، همینجا برنامه امروزه ما به پایان خود میرسد. از یکایی که شما خواهش میکنم که مثل هر وقت تگمه لایک را پخش نکرده از برنامه بیرون نشوید، از برنامه خارج نشوید. لطفاً 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 خواهش. و کسانی که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نشده اید، لطفاً آبونه شوید تا چنین برنامه ها خبرش در حال به شما رفته رسد و از تماشای چنین برنامه ها محروم نشوید. و به یکایی که شما از یکایی که شما خواهش میکنم که لطفاً لینک نوار را به دیگران، به دوستانتان، به خویش و تبارتان بفرستید تا اینکه آنها نیز از این برنامه بهره گیرند. با شما بودم شوکت محمد، یکایی که شما را به الله پاک میسپارم. سلامت باشید.